هفته خبر تو خبر داره براتون از گاوگیجه آخوندا در تله برجام و پس گردنیایی که یکی بعد از دیگری حواله میشه. نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید برجام تفاوتی بین بازرسی از مراکز نظامی و غیر نظامی قائل نمی شود. نیکی هیلی مدعی شد گزارش‌های آژانس تنها به اندازه دسترسی‌هایی که به آنها داده می‌شود معتبر است و برخی مراکز اعلام نشده نیز وجود دارند که هنوز بازرسی نشدند. به این ترتیب آخوندایی که دنبال این بودن تا یه جوری خودشون رو به غرب جوش بدن به ناگهان با چنین صحنه‌ای مواجه شدن. از اون طرف مم جواد ظریف هم برای که خودش رو از تک و تان اندازه یه قمپوز اعتدالی در کرد. وزیر امور خارجه با انتقاد از اقدامات خودسرانه واشنگتن در قبال برجام درباره ارائه هر گونه اطلاعات حساس و محرمانه‌ای که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار دارد هشدار داد. فعلا که پای عظما لای در گیر کرده و داره با قطار برجام میره به سمت دره. خب وقتی این خبرها زیاد میشه طبیعیه که بسیجی‌ها قبض رو میشن و این بوفالوی نظام باید بیاد با این حرفا بهشون دل بده. حق پذیرش خبر از یک خبرنگار فاسق نداریم. کسی که خبرنگار فاسق رو بپذیرد این گناهکار است. اونی که امروز متاسفانه جامعه ما رو آسیب دیده می کند و اجتماع ما به صورت یک جامعه مضطرب ملتهب در میاد به وسیله خبرسازی ها، این است که جامعه ما تربیت دینی در پذیرش خبر نداریم. اگر کل جامعه یه جامعه متدین باشد در فضای مجازی بسته میشه دیگه. ما وحشتی از این فضای مخرب مجازی نداریم. خیلی خرید عظمای گردن شکستم تو این هیروویر نگران ریزش طلبه هاست و داره بهشون دلداری میده و میگه اگه به ریشتون میخندن به دل نگیرید، ما آخوندا همیشه مضحکه بودیم. با یک دوستی خدا رحمتش کنه میخواستیم بیاییم تهران، توی ایستگاه راهن قدم میزدیم تا وقت حرکت قطار بشه. جوونایی که توی اونا هم مثل ما داشتن راه میرفتن برای اینکه وقت قطار بشه، همونطور گله به گله ما رو بنده رو مسخره میکردن. اون رفیقمون دانشگاهی بود، اون رفیقی که همراه بود او خجالت میکشید. خیلی خرید البته اگه اون موقع فقط تو ایستگاه قطار به عظما میخندیدن، الان فضای مجازی هم بهش اضافه شده، مثل این حجت الاسلام متالیکا که اصلا پاک قاطی کرده. وقتی طلسم عظما میشکنه و زوارش در میره، اون وقته که هر آخوندی زبونش دراز میشه و شروع میکنه به قرقر. کسی ضد این نظام باشه کاری نداره، میگه حالا بعداً فلان هیچی نگو بعداً انفجار درونی که رخ داد بهشون میگیم. شاه هم اومده بود کنار اون مجسمه ایستاده بود، کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم. شاه که داشت فرار میکرد یک کسی اومد گفت قربان اجازه هست من چیزی بگم؟ گفت بگو. گفت به پدرت اعلی حضرت پدر نمیشد دروغ گفت، به شما هم نمیشد راست گفت. کار به اینجا رسید. حالا من نمیدونم خدا نکنه جمهوری اسلامی به دومی مبتلا بشه که نشه بهش راست گفت. همه مجبور بشیم متملق و چاپلوس. بله قربان آسوده باشید، الحمدلله همه چی بر وفق، همه جوانها انقلابی هستند، همه دختران چنینن، مملکت همه گوش به فرمانن. خیلی خرید بزبز قندی هم پته چاپلوسای ولایی رو اینجوری میریزه رو آب.
اتفاقا اینا که خیلی چاپلوسی میکنن کسایی که تو عمل نمیخوان اجرا کنن، هی میگن رهبری مقام معظم رهبری، سیاست‌های معظم رهبری، بعد توی وزارتخونه و تشکیلات خودش درست خلاف اون عمل. اینا بازی در میارن. این ولایتی هم که تازه رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد شده، حسابی از صداهای توی دانشگاه ترسیده و افتاده به ریپ زدن. بعضی از اساتید تو دانشگاه، کلاس‌های دانشگاه آزاد جوری حرف میزنن انگار یه ضد انقلاب سر کلاسه. به ندرت البته اینطوره. ما اینو قبول نداریم. به همین صراحت بنده عرض میکنم هر کس که با ما میخواد همکاری بکنه شرطش این است که تو این کشور زندگی میکنه، به ملیت خودش احترام بذاره، به حکومت خودش احترام بذاره، قانون اساسی احترام بذاره، نظام قبول داشته باشه. خلاصه این که تو نظام ولایت همینجوری بدشانسیه که پشت بدشانسی از راه میرسه. توی برنامه یه کارشناس آوردن تا افقهای پیش روی نظام رو حلاجی کنه. از توش یه چنین اعترافاتی در اومد. ما از صبحدم 22 بهمن مدام از اسلام داریم حرف میزنیم، مدام از آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی حرف میزنیم. خب واقعا چی شده تو این 40 سال؟ چه کردیم؟ چه دستاوردی داریم؟ خداییش ما پیشرفت کردیم به لحاظ اعتقادات دینی، یعنی امروز روز صادقانه رو در رو امروز روز اعتقادات مردم به دین اسلام بیشتر شده. واقعا اینجوریه. ما بد کردیم. ما سوء استفاده های وحشتناکی از دین خدا کردیم. این یکی آخونده هم داره به یه زبون دیگه از کسادی بازار آخوندا میناله. اصلا کلن یک مدل کلاس گذاشتن تو جامعه ما حرف زدن از کوروش و زرتشته. کلاسه امتحان کنیم. خیلی کلاسه. مثلا توی جلسه نشستی، توی جمع فامیلی نشستی، یا اصلا همینجوری نشستی رو زرتشت. خیلی کلاس داره. اصلا نمیخوادش حرفم بزنی. داری مثلا یه ظرفی برمی‌داری، داری میوه بگو کوروش. کلاس میگه این با ثبات بود گفت کوروش. این حاج آقا خودشیفته هم صاف صاف تو دوربین نگاه میکنه، میگه رئیس جمهور باید مثل من باشه. البته آقای روحانی رئیس جمهور ایدئال من نیست. یکی من تبریک گفتم، تبریک نداد آقای روحانی. چرا نیستم؟ برای اینکه آقای روحانی با اون که من میخوام خیلی فاصله داره. شما چی من یه رئیس جمهور مردمی، پرکار، جدی به خودم پرکار، مردمی، فداکار، ساده زیست، تو برج آج ننشینه، تشریفاتی نباشه، اینقدر تمتراغ نداشته باشه، من یه همچین رئیس جمهوری میخوام. الان بین بد و بدتر من به بد رای دادم. این چه تیپی رفتاری دولت های روحانی داره؟ دولت لخت، بیحال، این چه دولتی است؟ البته این لختی و تنبلی ویژگی همه نهادهای حکومتیه، از دولت گرفته تا سپاه. بسیار عالی. این بر هر قدرتی میتونه مسلط بشه. این داستان الحمدلله به عینه اثبات شده. و این هم یه نمونه از همصدایی توی این دولت تنبل و لخت که رئیس جمهور و معاون اولش هنوز بر سر یه وزیر هم با هم توافق ندارن. وزارت راه و شهرسازی آقای آخوندی
آقای وزیر بسیار فعالی بودند. ما البته در مسکن نتونستیم با هم به توافق نهایی برسیم. در دولت 12 اولین چیزی که من از ایشون به جد خواهم خواست مسئله مسکن هست. هم به بافت فرسوده توجه کرد و مهمترین میدان حل مسئله مسکن بافت‌های فرسوده است. ما تو بافت فرسوده باید کار بکنیم. من از روز اول دولت 11 به ایشون تأکیداً گفتم، تو شورای هماهنگی اقتصادی هم بهشون گفتم نظر من اینه مسکن از طریق بافت فرسوده حل خواهد شد. خب حالا ایشون نظراتی داشت و دنبال کرد البته، ولی اون چه من از ایشون میخوام اینه که این مسئله ما اول گله رو مطرح کردیم تا بعد برسیم به تعریف. هم به بخش ریل و راه آهن توجه کرد، هم به بخش هوایی توجه کرد. همه این بخشا به فضل الهی با همت وزیر امروز افتاده روی خط توسعه جدی. انشالله در بحث مسکن ما شاهد یک حرکت بسیار خوب خواهیم بود. در پایان توجه شما رو به ویدیو جالبی از یک هموطن مازندرانی جلب میکنیم که اولین دیدارش با لامبورگینی رو اینطوری گزارش میکنه. من شف شدم، روانی شدم. جی تی آر رو بگیر. فورد چی؟ مستنگ نیو. اسمش هم باید با کلاسیکی فورد مستنگ میو بگیر. ببر ماندنه. یا لامبورگینی هیچی نیه؟ پول رو به هیچی نیه؟ من دیگه سکوت میکنم. لامبورگینی رو بگیر. ببین صدای لامبورگینیه. اوه ابلفاس. دستی نداره داداش، صاحبش میگه دقیقه وحید بیاد. مال وحیده، مال منم نیست. الکی پوز اضافه دادم. شاید 15 میلیون، شاید یک پراید مدل 91. شب شد من از لامبورگینی پیاده نشدم. بقرت هم من هم اینجا باید دست بدم. شب قربونت جان، من هم اینجا میخوام بخوابم. این ماشین برقیه، صندلیش برقیه. من هم اینجا میخوام منو کار